خب قدم زنان بریم به سمت کاخ اردشیر و اردشیر خبره و کارنامه اردشیر بابکان رو به زبان نیاکانمون بخونیم و کیف کنیم. کارنامه اردشیر پاپکان. پت نامی دادار ارمزد خبرهمند. پت کارنامک اردشیر پاپکان ایتون نبشت استاد کو. پس هرچ مرگ الکساندر هرومیک ایران شطر 240 کتک خودای بود. سپاهان و پارس و کشتگی های اویش نزدیکتر پد دست اردوان سردار بود. پاپک مرزبان و شطرداری پارس بود. او هچ گمارتک اردوان بود. اردوان پد ستخر نشست. او پاپک رای هیچ فرزندی نامبردار نبود. او ساسان شپانی پاپک بود. او هموار ابا گوسپندان بود. او هچ تهمکی دارای دارایان بود. اندر دوش خودایی الکساندر و وریک او نهان روشنی ایستاد. او اپا کردان شبانان رفت. پاپک نیدانست کو ساسان هج تهمکی دارای دارایان زاد ایستاد. پاپک شپی پدخوام دید چگون که خورشید هج سر ساسان بتافت. او هما گیهان روشنی گریفت. آن شب ایتون دید چگون که ساسان پد پیلی آراستگی سپید نشست ایستاد. او هر کی اندر کشور پیرامون ساسان ایستند نماچ اویچ برند. او ستایشن و آفرین همی کنند. آن ۳ شب همگونگ ایتون دید چگون که آتور فرنبق گشنسپ او برزین پد خانگی ساسان همی بخشند. او روشنی او هما گیهان همی دهند. افت سهیست. اوش داناگان و خوم بیچاران و پیشخواست. او هان هر ۳ شب خوم چگون دید ایستاد پیش اویشان گفت. خوم بیچاران گفت کو هان که این خوم پدیش دید. اوی ابا هچ فرزندانی هان مرد کسی او پادشاهی گیهان رسید. چه خورشید و پیلی سپیدی آراستگ چه ریه او تواناگی و پیروچی. او آتور فرنبق دین داناگی مس مرتان و مغمرتان و آتور گشنسپ ارچشدار و سپاهپتان. او آتور برزین وستاریوشان و ورز کرداران گیهان. او همگونگ این پادشاهی او هان مرد اوی فرزندانی هان مرد رسید. پاپک کش هان سخن اشنود کس فرستاد. او ساسان او پیش خواست. او پرسید کو تو هچ کدام تهمت او دودکی هچ پیتران و نیاکانی تو کس بود که پادشاهی او سرداری کرد. ساسان هچ پاپک پشت او زینهار خواست کم ویزند او زیان مکن. پاپک پدی گرفت. او ساسان رازی خویش چگون بود پیش پاپک گفت. پاپک شاد بود. او فرمود کو تن
پت آب زن کن. او پاپک فرمود کو تک دستی یامک، پت موچنی خدایوار اویش آورد هند. او ساسان داد هند کو پت موچ ساسان همگونک کرد. او پاپک ساسان رای فرمود کو تک چند روج، پت خورشت او دارشت نیوک و سچاکوار پرورد. اوش پس دخت خویش پت زنیه داد. او هچ ساسان اپایت بوتن رای، اندر زمان هان کنیچک آپستن بود. او ارتخشیر هچش زاد. پاپک کش تنبه و چابکیه ارتخشیر بدید، دانست کو هان خوم ایم دید راست بود. اوش ارتخشیر پت فرزندی پدی گرفت. او گرامیک داشت او پرورد. او که او دادی هنگامی فرهنگ رسید، پت دپیریه او اسوواریه او اپاک فرهنگ ایتون فرهیخت کو اندر پارس نامیک بود. که ارتخشیر او داتی 15 سالک رسید. آگاسیه او اردوان مد کو پاپک رای پوسی هست ای، پت فرهنگ او اسوواری فرهیختک او اپایشنیک. اوش نامک او پاپک کرد کو اما ایتون اشنود کو شما رای پوسی هست ای اپایشنیک و پت فرهنگ او اسوواری اپیر فرهیختک. اومان کامک کو اوی او دری اما فریستی. او نزدیکیه اما آید تک اپاک فرزندان و واسپهرکان بود. اوش فرهنگیش هست ای بر او پاداش فرمایم. پایان قسمت اول.